کاخ سفید اعلان کرد که رهبر گروه تروریستی القاعده ایمن الظواهری در پی ضربه هدفمندانه به سرنشین امریکا کشته شد. با تاکید کاخ سفید تنها با بریدن سر اژدها نمیتوان آن را پرره به ضرر کرد. آنها در افریقای شمالی هستند. در تمام خاور میانه و در یمن هم فعالیت دارند. من میدانم که ما بیشتر به افغانستان تمرکز کردیم، اما از دیگر گوشه‌های جهان هم چشم نمی‌کنیم. گروه القاعده سال 1988 از سوی اسامه بن لادن تأسیس یافته، شاخه‌های سرشماری آن در گوشه‌های مختلف دنیا پهن شد. در طول چند ده ساله این سازمان با تحمل ناپذیری، تهدید و دهشت افکنی و تلاش ایجاد نفرت نسبت به امریکا و اسرائیل نام برآورد. القاعده شاید نقشه حمله فوری به حدود امریکا را طرحریزی نکند، اما از سوی دیگر آن یک مخالف ایدئولوژی برای ایالات متحده باقی میماند. برای همین روشن است که ما باید این مسئله را ساده نگیریم. این تأکید مخصوصاً به افریقا ربط دارد که آنجا شاخه‌های زیاد گروه تروریستی فعال است. مشورت من به بایدن و حکومت امریکا چنین است: خوب، ما میتوانیم رهبران آن را بکشیم، اما من فکر میکنم که این یک بخش کوچک مبارزه با تروریسم است. توجه اصلی باید به حل عامل‌های سیاسی و اقتصادی روانه شود، عامل‌هایی که در واقعاً تروریسم را حمایت میکنند. مرگ الظواهری به فعالیت گروه بی تاثیر نمیماند. هرچند در میان پیروان این سازمان الظواهری مثل اسامه بن لادن معروف و محبوب نبود، اما او چون یک رهبری با انتظام نفوذ داشت. سهمی الظواهری در حفظ شبکه و گروه‌های این سازمان سرشاخه زیاد بود. ظاهراً رهبری این سازمان دهشت افکن و متحد نگه داشتن شاخه‌های آن در دوران ناآرامی بهار عرب و زمان تشکیل دولت اسلامی به ظواهری اعتبار بیشتر آورد. تحلیلگران به احتیاطکاری و صبر و نظارت جدی وضع دعوت میکنند. این گروه‌ها استوار و خیلی توانمندند. مسئله بی خطر کردن آنها نباید از نظرها دور ماند. حالا همه تلاش دارد توجه بیشتر را به رقابت با دو ابرقدرت روسیه و چین روانه کنند و مبارزه جهانی با تروریسم را پس سر گذارند. سازمان القاعده بار اول سال 1993 به مرکز تجارتی در امریکا حمله کرد و 6 نفر را کشت. اما مدهشترین اعمال این گروه حادثه 11 سپتامبر سال 2001 است که قریب 3000 نفر کشته به جای گذاشت.